عامل بسیاری از بلایای طبیعی زنان و دخترانی هستند که بدحجابی می کنند، موهایشان را به نامحرمان نشان می دهند. وقتی در یک جامعه اسلامی زنان مانتوهای رنگی می پوشند خدا قهرش می گیرد. شما همین قوم را ببینید که خواهران ما با حجاب اسلامی ظاهر می شوند، چقدر از بلا محفوظ است. حاج آقا همین الان خبر دادن قوم سیل اومده نصف شهر رو آب برده. البته فقط مسئله حجاب که باعث بلایای طبیعی نیست، گاهی هم اینقدر باران رحمت میبارد که یهو سیل میآید. و اما جوانان ما اصلا رعایت نمی کنند. ما انقلاب نکردیم که جوانان ما با لباسهای مارک خارجی به خیابانها بیایند و پوز ماشینهای آخرین مدل خود را بدهند. خدا قهرش میگیرد، بلایای طبیعی را نازل میکند. مثلا شهرهای جنوبی را ببینید، آنقدر معصیت کردند که خشکسالی شده و سالهاست یک قطره باران در آنجا نیامده. حاج آقا همین الان از جنوب تماس گرفتم، میگم بوشهر و خوزستان نیم متر برف اومد. همینطوری ادامه داره بیشتر میشه. بله البته خدا گاهی اوقات هم از گناهان میگذرد و به بندگانش حال میدهد. اصلا همین مشهد خودمان، اینجا شهر مقدس است. کنسرت و موسیقی را در اینجا ممنوع کردیم که مردم از بلایای طبیعی در امان باشند. اگر میخواهید بی‌حجابی کنید، آستین کوتاه بپوشید، ادکلون بزنید، سینما بروید. لطفاً مشهد نیاین، ما رو دچار خشم خدا نکنید. بگذارید ما از شر شما مفسدین راحت باشیم. حاج آقا فکر کنم زلزله است، مردم دارن فرار میکنن. علمایی که در این شهر هستن مایه موهبت‌های خداوندی اند. حاج آقا ملت رفتن، بیا پایینم منبر، زلزله اومده. امنیت این شهر مدیون سالها مجاهدت روحانیت است. ما روحانیون رحمت خداییم و از آسمانی